مخفی کنی؟ به من بگی چرا از اون خوشتون نمیاد؟ خوب نیست آدم راجع به چیزی که نمیدونه حرف بزنه. ازم خواستگاری کرد. اگه دوستی هر پسر دختری معنیش ازدواجه. خیلی وقیحی. بار آخرت باشه با تو اینجا میذاری. اصلا ارتباط اونا به من و تو چه ربطی داره؟ بگیره. از قول من به باباش بگو نگران نباشه، همه چیز تمام شد. داشتیم راجع به زندگی مشترک حرف می‌زدیم. من میگم من این زندگی رو دوست ندارم. منظورم ازدواج نبود. من میگم ولش کن برو دنبال یکی دیگه. نمیدونم چرا انقدر دلم شروع میزنه. من تنها وقتی که میتونم تعیین کنم وقت طلاقه، نه عروسی. تهدیدم کرد و ترسوندم که فراموشت کنم. تو به من اعتماد نداری درسته؟ این همه ترس دلیلی نداره جز احساس گناه. میفهمی که بابات از اینه که هست تنها تر میشه؟ من چه اشتباهی کردم؟ همین فاصله ای که بینتون افتاده. اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم، که آسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. میترسم اگه گاهی دامون میاثر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه.